سلام. شبی پدری همراه دخترش توی جاده کم تردد توی بیرون شهر رانندگی میکرد. اونا کل روزو پیش مادر دخترک که توی بیمارستان بستری بود سپری کرده بودن و شب هنگام در حال برگشت به خونه بودن. دختر در حالی که به صدای ضربات قطره‌های بارون روی سقف ماشین گوش میکرد، خواب چشماشو سنگین و شروع به چرت زدن کرد. ناگهان صدای بلندی به گوشش رسید. پدر با فرمون دست و پنجه نرم میکرد تا کنترل لاستیکا رو از دست نده، اما ماشین روی جاده خیس بارونی لیز خورد و به دیواری سنگی برخورد کرد. پدر دخترک رو دید که توی اثر تصادف زخمی شده. پس از ماشینش پیاده شد تا اوضاع ماشین رو ارزیابی کنه. هر دو لاستیک جلوی ماشین ترکیده بود و گلگیر سمت راست در اثر اصابت با دیوار جمع شده بود. اما قسمت‌های دیگه ماشین صدمه چندانی ندیده بود. پدر که سعی میکرد وضعیت رو واسه دخترش توضیح بده گفت: ما حتما از روی یک چیزی توی جاده رد شدیم. هر چیزی که بوده هر دو لاستیک رو سوراخ کرده. دخترک در حالی که از شوک تصادف میلرزید پرسید: میتونی درستش کنی پدر؟ پدر در حالی که سرش رو به نشونه منفی تکون میداد جواب داد: نه. متاسفانه من فقط یه لاستیک زاپاس دارم. مجبورم برگردم به شهر و یکی رو پیدا کنم تا ماشین رو یدک کنه. شهر از اینجا زیاد دور نیست. تو میتونی توی ماشین منتظر بمونی. دختر با اینکه دلش نمیخواست گفت: باشه، اما لطفاً خیلی طول نکشه. مرد میتونست به راحتی ترس رو توی چشمای دخترش ببینه. در حالی که در ماشین رو میبست به دخترش گفت: همینجا بشین. به محض اینکه بتونم برمیگردم. دختر پدرش رو توی آینه جلوی ماشین دید که با گام‌های خسته زیر بارون به سمت پایین جاده میرفت. چند ساعت از رفتن پدرش میگذشت. دخترک در شگفت بود که پدرش چرا هنوز بعد این همه وقت برنگشته. اون خیلی نگران بود، چون که پدرش تا اون موقع باید برمیگشت. همون موقع نگاهی به آینه جلوی ماشین انداخت و انگار کسی رو دید که از دور به سمت ماشین حرکت میکرد. دخترک فکر کرد که اون شخص پدرشه، اما وقتی که سرش رو برگردون تا نگاه دقیق‌تری بندازه متوجه شد که یه مرد غریبه است. مرد لباس سرهمی پوشیده بود و ریش پرپشتی داشت. یه چیز بزرگ رو هم توی دست چپش گرفته بود که با هر قدم به جلو عقب تاب می‌خورد. چیزی در رابطه با این مرد غریبه وجود داشت که دختر رو نگران می‌کرد. همونطور که مرد به ماشین نزدیک می‌شد، دخترک به شیشه عقب ماشین خیره شد و چشماش رو ریز کرد تا بهتر ببینه. توی نور کم جاده، دخترک فهمید که این مرد توی دست راستش یه چیزی رو محکم گرفته. یه ساطور بزرگ و تیز. دخترک وحشت زده سریع دست به کار شد. هر دو در جلو رو قفل کرد. بعدش روی صندلی عقب پرید و درای عقب رو هم قفل کرد. اما وقتی که سرش رو بالا آورد، مرد غریبه رو دید که وایستاده و به نظر میرسه که مستقیما به اون زل زده. ناگهان مرد دستش رو بالا آورد و دخترک جیغ بلندی از ته دلش کشید. چیزی که میدید رو نمیتونست باور کنه. توی دست چپ این مرد سر بریده پدر دختر بود. دختر پشت سر هم جیغ میکشید. نمیتونست خودش رو کنترل کنه. قلبش دیوانه وار میکوبید و به سختی نفس میکشید. چهره باباش حالت وحشت زدگی رو هنوز نگه داشته بود. دهنش باز، مردمک چشماش به سمت بالا چرخیده و فقط سفیدی چشما معلوم بود. وقتی که مرد غریبه به ماشین رسید، صورتش رو به شیشه ماشین چسباند و با چشمای سرخ و دیوانه‌وار به دختر خیره شد. موهای مرد آشفته و کثیف بود. روی صورتش هم زخم‌های عمیقی داشت. برای یک لحظه مرد همونجا زیر بارون در حالی که پوزخند میزد وایستاد. بعد دستش رو توی جیبش کرد. چیزی بیرون آورد و به آرامی دستش رو بالا برد. سوئیچ ماشین دخترک توی دستاش بود.